سلام دوستان، خسته نباشید. یه ترکیب از کلش آف کلنز با چمپیون و اسکیل نامری آوردم. من سعی کنید اسکیل تا لحظه آخرش استفاده کنید. من دیگه اینجا تان تقریبا ترکیبه، نمیخواد اسکیل بزنید تا بمیره کلا. شاین پشتش رو فعلا نمیمیره تا قشنگ این سم و چیزا برم، چون دوباره زنده بشه سمینا کندش میکنم میمیره. الان دوباره اسپلو میندازی، دوباره زندهش میکنم، قشنگ نصف مپ رو جمع میکنم خودش. حالا بعد از این که چمپیون کامل مرد، سمت سر یا هر گوشه کینگ کوین رو که میندازی کلا یه سمت رو پاک کنم، اون سمت هم دراگا رو میندازی که اون سمت رو جمع کنم. یعنی دو سمتش رو کلا چمپیون جمع کرده، یه سمتش رو کینگ کوین رو یه سمتش هم دراگا. خودم تان 16 هستم، منم تان 16 قشنگ راحت سیف شد. خسته نباشید.